دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 به UPR تعهد داده بود که شفاف عمل کنه و در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر با سازمان ملل متحد همکاری کنه. اما متاسفانه اکنون که 4 سال گذشته هنوز به تعهدات خودش عمل نکرده، از جمله اینکه حاضر نشده به آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر ویزای ورود به ایران بده. همچنین مجازات هایی که برخلاف ضوابط حقوق بشر هنوز در ایران انجام میشه، از جمله در 1 سال گذشته طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه 5 مورد قطع دست سارق در ایران داشتیم و همچنین تعداد اعدام ها متاسفانه امسال بیش از سالهای قبل. وضعیت آزادی بیان در ایران مطلوب نیست. من میتوانم به بسته شدن چند روزنامه از جمله بهار و نشاط اشاره بکنم. برخی از زندانیان سیاسی وضعیت نامناسبی دارن، احتیاج به مداوا دارن که از مداوای اونها جلوگیری میشه و از همه بدتر این که یه تعداد از دراویش گنابادی به جرم عقیده مذهبی در بدترین شرایط در زندان به سر میبرند که اینها بیش از 10 روزه که الان در اعتصاب غذا هستند و حتی وصیت‌نامه خودشون هم نوشتن و گفتن که حاضرن بمیرن. امروز خبر رسید که یکی از اونها دیگه قادر به صحبت کردن نیست. وضعیت زنان کما فی السابق تبعیض‌آمیز و نامناسبه. میتوانم اشاره کنم به دختر جوانی به نام قنچه قوامی که به خاطر اینکه علاقه داشت بره به ورزشگاه و مسابقه والیبال رو نگاه بکنه دستگیر شده و الان مدتی است که در زندانه. متاسفانه وضعیت مبارزه با فساد اداری و مالی در ایران بهتر نشده. اگر دست افرادی رو به خاطر دزدی کوچک قطع می کنند، ولیکن در ایران سارقین میلیاردری داریم که آزادانه توانستند کشور رو ترک بکنن و در اجرای عدالت در مورد اونها بسیار دشواره. در مجموع وضعیت حقوق بشر در ایران به هیچ وجه بهتر نشده.